رأی صحابه و اتفاق علما که ابوبکر صدیق چی گفتن؟ اعراب القرآن احب الینا من حفظ بعض حروفه. اعراب قرآن محبوب تر است بر ما از حفظ بعضی از حرفای آن دیده. گرچند که علما این حدیث را ضعیف گفتن، با سند ضعیف این حدیث ذکر شده است. و قال علی رضی الله عنه چی گفت؟ من کفر بحرف منه، اگر هر کسی به حرفی از قرآن کافر شود فقط کفر به کل، به همه قرآن کافر شده است. اتفاق مسلمانان می‌فرماید که اتفق المسلمون، مسلمانان اتفاق کردن بر چی؟ بر عدد سوره های قرآن، بر عدد آیه های قرآن، بر کلمه های قرآن، بر حروف این که قرآن از حرف عبارت از اتفاق دارن. و می‌فرماید که لا خلاف بین المسلمین، در بین مسلمان هیچ گونه اختلاف نیست فی ان من جحد من القرآن سوران، اگر هر کس که از قرآن سوره را انکار نماید یا آیاتی را انکار نماید یا کلمه را انکار نماید یا حرف را انکار نماید که در آن اتفاق شده است، فهو کافر، پس وی کافر می شود.